این مرد میتونه آینده رو ببینه. اون روی این زن داخل رستوران کراش میزنه و تصمیم میگیره هر طور که شده مخشو بزنه. مرد میره سراغ زن و ازش میخواد بهش اجازه بده کنارش بشینه، اما زن بدون هیچ شکی درخواستش رو رد میکنه. پس مرد به 2 دقیقه قبل برمیگرده و این بار درباره دونه های قهوه از زن سوال میپرسه، اما زن میگه اون گارسون نیست و مرد باید این سوالو از گارسون بپرسه. پس مرد دوباره برمیگرده، اما این بار جوری از جاش بلند میشه که زن سریع بهش میگه بهتره حتی به سمتش نیاد. در همین لحظه نامزد قبلی مرد وارد رستوران میشه. اون کنار زن میشینه و بهش زور میگه. مرد از فرصت استفاده میکنه، میاد سراغ نامزد زن و چون میتونه آینده رو ببینه مثل یه بچه کوچه‌ای کتکش میزنه، اما زن از این کار برش میاد و سریع از رستوران بیرون میره. پس مرد این بار با یه ایده جدید دوباره برمیگرده. I am so sorry. Are you okay?